تو انتخاب کیف پولت سردرگمی؟ نمیدونی کدوم کیف پول مناسبته؟ توی این ویدیو قراره آموزش نصب و کار کردن بهترین کیف پول رو یاد بگیری. سلام، من ملیکام و اینجا ایران سرمایه است و اولین ویدیو یوتیوب ما خوش اومدین. بهترین کیف پول این فضا متامسکه. توی این ویدیو قرار آموزش نصب و کار کردنش رو بهتون یاد بدم. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باش و یادت نره که لایک و سابسکرایب کنی تا از بقیه ویدیو جا نمونی. خب اولین قدم اینه که میرید توی مرورگرتون و متامسک رو سرچ میکنید. وارد وبسایتش میشین. روی قسمت دانلود فور کلیک میکنید و بعد روی قسمت Add to Chrome Add Extension منتظر میمونید تا دانلود بشه. بعد از اینکه دانلود شد یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه. روی قسمت I agree کلیک کنید. اگه از قبل والت ندارید، یعنی کیف پول دیجیتال ندارید، روی Create a New Wallet میزنید که یک والت جدید، کیف پول جدید درست کنید. اگه از قبل کیف پول متامسک دارید و میخواید روی این دستگاهتون بیارید، روی قسمت دوم یعنی Import an Existing Wallet کلیک میکنید. خب من کیف پول ندارم، کیف پول متامسک ندارم، پس روی گزینه Create a New Wallet میزنم. روی قسمت I agree اینجا باید یه دونه پسورد بزنم. این پسورد رو حتما یادداشت کنید. دوباره پسوردم هم وارد کردم. تیکش رو فعال میکنم. Create a new wallet. این 12 کلمه است که نباید در اختیار هیچ کسی قرار بدید. این 12 کلمه رو لطفاً یه جایی که هیچ کسی نمیبینه یادداشت کنید. حالا باید به ترتیب این 12 کلمه رو وارد کنید. یه سری جای خالی داره. بچه ترتیبش مهم هستش و اینکه یه جای امن نگهشون دارید. سپس روی کانفرم کلیک میکنم و قسمت گاتیت نکست و دان. همینجوری که میبینید الان کیف پول من کامل ساخته شد. این بالا نوشته اکانت 1 یعنی اولین حساب کاربری هستش روی این دستگاه. توی این قسمت آدرس کیف پولتون رو نوشته که اگه روی اینجا کلیک کنید میتونید کپیش کنید. این آدرس رو میتونید در اختیار هر کسی قرار بدید، هیچ مشکلی نداره. اگه کسی بخواد دارایی براتون بفرسته یا خودتون دارایی از صرافی بفرستید به این نیاز دارید، ولی این همیشه اینجا هست و ثابته، هیچ تغییری نمیکنه. این قسمت الان نوشته اتریوم میننت، روی شبکه اتریوم هستش. میتونید شبکه‌های دیگر رو اد کنید. مثلا اگه من روی اد نتورک بزنم میتونم حالا پالیگان رو اد کنم یا هر شبکه دیگه ای که بخوام. روی قسمت اپروو کلیک میکنم. اگه روی سویچ تو پالیگان میننت رو بزنم شبکم از اتریوم میره روی پالیگان. پس روی این قسمت میتونید خیلی راحت شبکتون رو عوض کنید. وقتی شبکتون رو عوض کنید خب داراییتونم به نسبت تغییر میکنه. الان اگه من روی اتریوم باشم نگاه کنید نوشته 0 اتریوم 0 USDT. این مقدار اتریوم همیشه ثابته، یعنی شما ممکنه مثلا نصف اتریوم داشته باشید، 1 اتریوم داشته باشید، ولی این مقدار USD تغییر میکنه نسبت به قیمت اتریوم. مثلا اگه شما 1 اتریوم دارید ممکنه یه روز یا یه لحظه چک کنید ببینید 3100 خورده
دوباره مثلا چک کنید ببینید 3000 خورده ایه. پس نگران نباشید، مقدار اتریوم ثابته ولی USD نه. قسمت بعدی مربوط میشه به بای اند سل، سند، سواب، بریج و پورتفولیو که خب با سند میتونید برای بقیه رمزارز یا حالا NFT هر چیزی که دارید رو سند کنید. سواب میتونید سواب کنید. بریج و پورتفولیوتون ارزهایی که دارید رو کامل نگاه کنید. توی قسمت توکناتون رو نشون میده. توی قسمت NFT هایی که دارید و توی اکتیویتی هم هر تراکنشی که انجام بدید و کامل اطلاعاتش رو اینجا قرار میده. ولی خب من چون الان ساختم هیچ چیزی ندارم، چه NFT چه توکن چه اکتیویتی. روی این 3 نقطه بالا سمت راست کلیک میکنم. اگه روی قسمت اکانت دیتیلز بزنم همون آدرس کیف پولم رو به هم نشون میده، هم QR کدشو هم آدرسشو که اینو گفتم میتونید در اختیار هر کسی قرار بدید، هیچ مشکلی نداره. ولی اگه شو پرایوت کی رو بزنم توی قسمت بعدی شو پرایوت کی، اینجا باید پسوردی که زدم اون اول رو وارد کنم. روی کانفرم اگه کلیک کنم دستم رو اینجا نگه دارم، اینجا پرایوت کی رو بهم نشون میده. بچه‌ها اینو به هیچ عنوان در اختیار کسی قرار ندید. یه جا برای خودتون یادداشتش کنید، اینجا میتونید کپیش کنید ولی در اختیار هیچ کسی به هیچ عنوان قرار ندید، چون میتونه هر استفاده ای از کیف پولتون ببره و وارد حساب کاربریتون بشه. حالا بخش ستینگ تنظیماتش رو بریم با هم بررسی کنیم. بچه خیلی وارد تنظیماتش نشین و عوض نکنید به جز بخشایی که بهتون میگم. توی قسمت Security and Privacy دوباره میتونید Recovery Phrase رو اینجا داشته باشین. دو سوال ازتون میپرسه، جواب میدم. روی قسمت Continue کلیک میکنم. پسوردم رو دوباره باید وارد کنم. روی Next کلیک میکنم. دوباره نگه میدارم دستمو. حالا اینجا اون 12 کلمه رو به من نشون میده. QR کدم هست. اینو پس یه جا یادداشت کنید و به هیچ عنوان در اختیار هیچ کسی قرار ندید. دوباره توی همون بخش Security and Privacy بیایید پایین. این بخش Auto Detect NFTs و Display NFT مدیا رو روشن کنید لطفاً. برای اینه که بعداً اگه NFT توی ولتتون داشتید توی همون قسمت NFTs به راحتی بهتون نشون بده. پس این دوتا بخش رو حتما فعالش کنید. بزنید روی قسمت آن. توی قسمت ادوانس هم میتونید اکتیویتی تبتون رو پاک کنید. Clear Activity Tab Data. و توی این قسمت هم آتو لاک تایمر میتونید بگید که بعد از چند ثانیه یا چند دقیقه متامسکتون لاک بشه. مثلا الان 0 من میذارم 2 و میزنم روی سیو. پس بعد 2 دقیقه متامسک من دوباره قفل میشه. روی بخشای دیگه لطفاً کلیک نکنید چون به شدت مهم هستش. توی قسمت جنرال هم میتونید حالا رنگ پس زمینه و حالا مدل اکانتتون رو عوض کنید و یه سری چیزای عمومی هست که بازم خیلی کارایی نداره. ولی چیزی که بچه‌ها خیلی مهم هستش اینه که شما یه دونه اکانت نداشته باشید. اصولا من خودم یه دونه اکانت دارم که داراییام توشه، ارزها و NFT ها، ولی یه دونه اکانت دیگه دارم که اگه بخوام حالا توی
توی مینت ها شرکت کنم، یا حالا هر وبسایت دیگه ای که یه ذره بهشون شک دارم مینت کنم، یا حالا هر چیز دیگه ای میخوام ولتمو کانکت کنم از اون استفاده میکنم. پس ولت اصلیمو به هیچ جایی وصل نمیکنم که به مشکل بر بخورم. چیکار کنیم؟ یه دونه اکانت دیگه میسازیم. اد اکانت رو میزنم، اد نیو اکانت، اسم میتونم بذارم، مثلا میذارم روی کرییت کلیک میکنم. الان نگاه کنید این بالا اکانت 1 داره و اینم اکانت دومی هستش که من ساختم که برای فقط مینت کردن و وصل کردن کیف پولم به وبسایت های متفرقه هستش برای اینکه داراییم به خطر نیفته. نگاه کنید آدرس های متفاوت دارن ولی کاملا شبیه به همن، یعنی اون تنظیماتی که گفتم و کامل این اکانت 2 هم داره. این از آموزش متامسک. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.